یه به خبرت که کماندیر بخشش اطراف رسین گوش که کماندیر من همین خطه سخت حرمت میکردم بخشش زیادو دیگه کماندیر تو دیوونه شده ایش خیلی کاره سقراطا بارونا اژدها را خیالی را همش ای روی زمین دشمنا را نیست کرد حالی در بالای قبرشون سبزه برآمده تو چی ده موی خچاس میده جنگاور او جنگاور همین هجری بیچاره چه جنگاور شده میتونه بم به عقلی تو که عقل من نمیگیره جنگاور انسان است که دوست ها دشمن ها را نیست کرد با چی میگی شیرینه رنگی تو نیست پیرخر اگر همین هجری جنگاور باشه شوکت ترمیناتوره هجری یک آدمی هست که مورچه را آزار نمیتیه جنگاور بودن نمیتواند از تو پرسیدم اگر دیوانه بیخلی پکه کانی بجای گذر همین را بر وقتر نگفتی یک بیهوده گپ زدیم همین بدبخت چیزی گفت من هیچی نفهمیدم برای کجا جدا بشین ای گگرین شایدا ایس میشینن ایس بگذر گمشه ایس بشی آخیرا که شوکت چرا اینجا نشستیم بچک جو داملا شخش بگی که هجری تو را شکنی میره کن هجری بیا آغاز کنیم چی رو آغاز میکنی؟ والا هم نفهمیده است میتوانید نکاح بکنه جنابی مولا چی خیلی نکاح سفسطه نگوید داخل اکای شوکت گپ این سرمی دیوانه رو نگیر داملا شما رو نغز ندیدم از من بخبر چی خیلی نکاح داملا این با شما میزیبد مگر به اجازت من چرا این کارو میکنی چه گپ است اینجا هجری مایده چم هجری تیوی رو چخل با ما روا دیدیم جانم هیچ کاری نکردیم همه کسا گفتن میشینیم همینم حال شد میشوکت با ماشین مرده کشک سوار شده همه چه برای در این ماشین شتن آدم جانشون فیدو میکنن مانند دیوانه ها گپ نزن حاضر یک میزنم در بر داملا خواب میروی شوخی کردم باشا شوخی کردم قطعا نه شوخی کردم میشه نه سریوز گپ زدم میشه زرونده سی وقت بخیر شوکت مگر حالا جای شوخی کردنی است برادر آخر من خودم رو گناهکار حس کرده ایستادم از پشت این برادر تو چرا از پشت همه خودت رو گناهکار میحسابی این خودت رو چیکار میکنی از این طرف را با اون طرف را گذاشتن و ناموخته باشه دامولای کلام ای بیتای میمره چپ راست نگاه کنه همین به عقل باخت چه دامولو میگه خاموش شو مسلمانان محترم صف کشید نماز را آغاز میکنیم تمام دامولو سرش که صف کشیدیم داملا ما رو بشنوه برادر مجبورش نکنم بین حالش خوب است شکر خدا که بگر در اومد با خدا دختری مرده خشروه همه خشرو میگن رنگ شما میمون نباشه آخی شوکت چی گفته صدای تو با خدا چشمانت رو میکوبم با کاشانه او حتما رفتن در گرجوره راست گفتی نکی کنی را من ببینم نه جانم یک جای گفتم میرویم مانیکور پیدیکور میکنه تو رو باور کن خاموش پایانی سر زلفی تو میدانش کار با کجا نگاه داری؟ اکه از می این دختر خشروگیش همین او چشی را خیلی تولد کرده باشه ازمی جان بین زیباگی رو بینی ثواب میگیری بله ای بچه ما چی گفتیستی؟ گل حوث های نابکار به ناموس ها دختری بیگانه را کنه شرمه میکنه مردل شما مردل حاضر من شما یه مال همه چوار آخه بزن و خمیارته چه خیلی سانی آخه عقل نداری آرام شو لیمید گوش کن اگر یه خور در پای سومن میغلطید بنامه چون در سخت میزدم پاچت میشکست تو به عقلی کودک توی میبری حیوان لباس حفظتا نگو بشین حیوان در بالای سران رنگ درخت راست نیست با توی بردم گفتم کم تا رقص بازی کنیم دخترک وقتش خوش شوه خودت نگفتی دخترک بر به عقل من گفتم که توی بر رقص بازی کنن خورسندی کنن نگفتم این قطعی مافیا بر تیر شپا کنن رفیق چارچشم ما خطا کردیم البته در همه توی مافیا اومده تیرپرانی میکنه مرا مسخره کرده ایستاده ای از کجا دانم که در توی تیرپرانی میشود تا آخری توی ما صدای تیر گوش کردیم با بالای سرمون تیر گذشته است ای باشه اومده بعد سفسطه میخونه کوبیگی برادر نوشی جان تشکر برادر مقصد این که زورتون رو باور نکردن زیخ شدم برادرم گوش که برادر با فکرم افتی نواد معقولش نشید
بینی تا بین بوریکش کرده همه بینی کرچکامونان زور بود ممکن خیلی روی نغز نبینه. شوکت بس کن سفسطه گویی را. یا خدایا توبه به این هم عصبی هستم. برای چه عصبی شدیسته؟ یا خدایا عیب ما چیه؟ با فکرم گفتکته یا خط شوکت زندگی میکنه یا خطی ما سر و سیمه نشو آروم باش. گوش که برادر شاید دختر نقابدار زهرا نیست ما خطا فکر کردیم. وقتی دختر نقابدار زهرا گفتی تو اورم با خودش گفت کوبه گوش کنم همین پدناله چی میگفته باشه؟ این خیل میشود مگر؟ ماشاءالله. Вай, не остался никакой сомнения. Ты точно калтакелас. Бародарам ҳам аз камоли сиёҳ хушаш намеомад. Вой бародарам, зинда буд аз ту инро медонистам. неки бадбахт туи афти безебта чӣ хих шурӯъ кардӣ? ҳеҷ боварим наомадеста. ҳам чӣ хел полис шудӣ? ҷунта худо бигирӣ. неки зури бародарам. як чиро нафаҳмидам, ҳеҷ нафаҳмидам. барои чӣ мара нагуфтӣ бадбахт, ҳа? او یک دهن شوکت به میگفتی که من کیله زنده اصلا میمورد. جورا محباس رو گفته ایستاده از این پلیس هست مگر؟ پلیس؟ خیلی افتی خونه که در پلیس کار میکنن. به یک کلتو سفسطه نگو من پلیس 1000 متر بینی میشناسم. پسرم شما کیم که با ما باید مکده گپ زده؟ کمیسر مراد سمی هر دو بری رود سیاه. این آدم پلیس نبوده است، این آدم کمیسر بوده است. جناب کمیسر بخشش که رنگ آدم شناس نشدیم. من حاضرم رفیق ما گوش میکشه. تو گوش کی رو میکشه؟ چی گفتی استدایی؟ سمی بدبخت دم تا بگی مگه فتا دو دیسم یا خدایا حیوانی تو نمیفهمی. دروغکی بخن حیوان؟ عذر میپرسم رفیق کمیسر، این رفیق من بسیار بچه خوبه. روزش هم خیلی پراتینیه، نکی درونش رنگ آینه صافه. تورات میکنه و نکی نمازش نمیخونه. ای بدبخت اگه چی بگو گپای من تموم شد. پلیسان توتی سری ما هستند. نسبت اونو احترامی به اندازه داریم. الان منم همین گپا گفتنی بدم نکی بدبخت پیش من گفت.